توی آمار متغیرها به دو قسمت کیفی و کمی تعریف میشن. متغیرهای کیفی و متغیرهایی هستن که اندازه عدد براشون معنی نداره، نمیشه اندازه گیری کرد. من معتقدم بسیاری از مفاهیم مثل مفاهیم اخلاقی، مثل واژه خوشبختی دقیقا متغیرهای کیفی هستن. هیچ کسی نمیتونه میزان و اندازه خوشبختیش رو با عدد نشون بده، اما این باعث میشه که متغیر کیفی بودنش باعث میشه که تعریف مشخصی برای این موضوع وجود نداشته باشه. برای همینه که در نزد افراد مختلف خوشبختی میتونه تعاریف مختلفی داشته باشه. برای یکی داشتن میزان مشخصی پول، برای یکی داشتن خونه مشخصی یا ماشین مشخصی، یا حتی بودن در یک رابطه، داشتن یک رابطه احساسی خاص میتونه خوشبختی باشه. گرچه اینا به نظر من همشون مفهوم هدف دارن و خیلی از این افراد هستن که تو دنیا این موارد رو دارن اما احساس خوشبختی ندارن. یعنی لازمه خوشبخت بودن به معنی نیست که ما این مفاهیمی که برشمردم یا این اهداف رو داشته باشیم، اما خوشبختی، واژه خوشبختی در نزد بسیاری از این افراد یک مفهوم مشترکی داره و اون رضایت خاطره. یعنی خوشبختی عملا مترادف میشه با رضایت خاطر و رضایت خاطر میتونه توی اتفاقهای مشخصی یا در لحظات مشخصی رخ بده، مثل یک فنجان چای در یک روز بارونی در اوج خستگی، مثل گفتگو کردن و گپ زدن با یک دوست، مثل غذا دادن به بچه‌های کار، مثل آبیاری کردن گل‌های باغچه. همه اینها کارهای کوچیکی هستن که میتونن در لحظه به تو احساس رضایت بدن و این احساس رضایت اگر کارهای کوچیک و مداوم رو در طی روز داشته باشی میتونن در نهایت منجر به رضایت قلبی در کل روزت بشن و رضایت قلبی در انتهای روز میتونه به احساس خوشبختی منجر بشه. کارهای کوچیک، خوشبختی‌های کوچیکی که برآیند اونها به خوشبختی‌های بزرگ در زندگیمون منجر میشه. پس برای اینکه احساس خوشبختی کنید خودتون رو گره نزنید به اهدافتون. اینکه هدف داشته باشیم بسیار خوبه، رسیدن به هدف بسیار خوبه، ولی از تمام افرادی که به اهدافشون رسیدن اگر بپرسن لحظه رسیدن به هدفت احساس رضایت خاطر بیشتری میکردی یا وقتی که در مسیر رسیدن به هدف بودی، همشون گزینه دوم رو انتخاب میکنن. یعنی خیلی از وقتها رسیدن به هدف نیستش که این احساس خوشبختی و شادی و سرور رو در ما ایجاد میکنه، بلکه در مسیر هدف بودن، در مسیر رسیدن به اهدافمونه که به ما خوشبختی میده. پس اینکه هدفی تو زندگیمون داشته باشیم خیلی میتونه کمک کنه که احساس خوشبختی بود در زندگیمون جاری بشه، یا لحظات کوچیکی که خلق کنیم و باعث بشه احساس خوشبختی و این رضایت در تمام لحظاتمون جاری بشه. پس به واژه خوشبختی به یک موضوع کلی نگاه نکنید، کوچیک کوچیک قدم بردارید و متوالی و مداوم و مستمر تلاش کنید و این تلاش های مستمر در نهایت به نتایج بزرگ خواهند رسید.